از لالای میرفا آماده گوشتنگیری هستند. ما برای همت بلند شنایدر یک جهان تشکر میگیم. خداوند در پناه عصمتش شنایدر را نگه دارد. توپهای خشت را وارد خزینه نوروزی کردند. پهلوانش نسل داور خلیفه میر پهلوان جمعه وزدهی پردارد. واقعا بار دیگر من برای تمام برادرانی که از دهه پردارد امروز میدانداری میکنند امروز مهمان هستند برای ما یک جهان تشکر از سپاس میکنم. خداوند همیشه نور رحمت خود را در سر شما پایانداز کند و امروز برای پهلوانی شما من پیش از ما برای کار میخواهم. هر دو پهلوان هم به گپ داور گوش میاندازیم. پهلوان حقیقی که است که و خشم خود فرو میبرد نه آنه که غالب میشود. پهلوان غیرت به گپ داور گوش میاندازیم. برای گوشتنگی‌های زیبایی میره 50 تومانی از طرف داداجان قصاب. خداوند در کار قصابی داداجان یک برکه خیر عطا کند. امروز با چندین خوب‌گزاری‌های خود غیرت پهلوانا یک غیرت دیگر از بین خواهش میکنیم حکم داور گوش میکنیم. پهلوان شما استید بابای خاموش آز پهلوان میبرم خون سهراب همین با همین سال 2022 خیلی سالی پربرار برای ناحیه مشرق هم ممایت دیکو ما در جمهوری ازبکستان در شهر نمنگان مسابقه چمپیونات جهان برگزار شد. همین چیزی که حاضر خود در همین محلی نامی مکه کرسادیم که همین فقط در همین جا تیل حساب اینه و زور است آدم افتید میگوید برای حاضر همین نسل نورس که ما تربیه کردیم برساده همین چیز بر هریو میگوید و در مینش باید میشد که تیل حسابه اون جدا تیله دو افتید میگو افتید همین چیز اباین براره مردم نچوختایا زور دیده زور میکنه میگوید کنیش نخواه با تیلش میتید یا هر یک چیز علم دارد گوشتنگ هم علمه کلقتی کار میدن در کار برای همین چیزا رو تیل حسابه این حسابه افقا در همین مچه موزاره همین گفت برای همین آزر همین دو طرزی نمودی همین گوشتنگی کرمربنجی همین از آسر میانش ساده همین گوشتنگ میگیره بعد دالتو میره تعلیش میگوند هر خیلی هم نوم میگونه گوشتنگی ملی خطوی گوشتنگی بین المللی شد همین چیزا یکو باب استاندارد ها میدور از جهان ما باید اروی همین استاندارد های جهانی کار کنیم برای همین اکو حاضر ما همین چیزا رو گوشتو دیم که دیزار ده همین اختوی هم مردم مچو دیکویه ما انا بچار میبریم انا با تکرار میشه چمپیونی جهان انا این موتوی زفر در چمپیونی جهان جای یکم گریم موتوی تیمرو جای سیم گریم برای همین اکو این چیز بس کنه که تیل اصول نیست این نیست بود دنامی میشد همین طرزی آزاد طرزی کلاسیکی طرزی آزادش پشتی پا میموند هر خیل میکنید میزند طرزی کلاسیکی شد همین گوشتنگی خود نو برای همین اکو این چیزا رو اکو آدم برداره گوشتنگ که افتید معلوم افتید تیله شد این شدی گر میرسید برداشته تیله همه چیز کاره کنی زن افتو بولش برو و بخصار رحمت رئیس نوحه تشریف آورد. من تو خوش میکنم معرفی کنم به مناره خواهیم تبریک میکنم. سلام علیکم محترم اعظم علیزاده مهمانان عزیز حاضرین گرامی
استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بزرگترین عامل سعادتمندی ماست. نوروز به یک رکن برجسته استقلالیت ملت تبدیل یافت. از جانب سازمان ملل متحد نوروز به فهرست ارزشمندترین میراث فرهنگی بشریت وارد کرده شد. این باعث سرفرازی و افتخار ملت ماست. چنین مقام بلند با ابتکار پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با کوشش و تلاش‌های بشردوستانه میهن‌پرورانه روی کار آمده است. نوروز از عهد باستان تا به امروز تمثال پیروزی روشنایی بر ظلمات، جهالت، رنج احیای طبیعت، عالم و آدم، رواج دوستی و رفاقت، فراوانی، خیر و برکت، افادهگری آرزوی آمال می باشد. جهان از باد نوروزی جوان شد، زهی زیبا که این ساعت جهان شد. حالا سخن برای تبریکات نوروزی بر رئیس ناحیه مشروع محترم اعظم علیزاده داده می شود. مرحبا محترم. همکاران عزیز، همه شما و تمام ساکنان جماعت را با فرارسی عید بین المللی نوروز و سال نو اجدادی از نام مقامات اجرای حاکمیت دولتی ناحیه و شخصا از نام خودم صمیمانه تبریک و مبارکباد گفته برایتان سلامتی، عمر دراز، فیض و برکت روزگار، بخت اقبال نوروزی و تمام شادی نشادی روی جهان را تمنا دارم. تبریکی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید کردند اصالت اجتماعی و اخلاقی نوروز خیلی بزرگ بوده. نشانه تفکر سازنده و بشردوستانه خلق ما هنوز از زمانهای خیلی قدیم به اجرا می رود. یعنی رسم و آیین و سنت های نوروزی در وجود خود پدیده های برجسته انسانگرایی و معنویات بلند را جای دادند که شناختن حقیقت آنها و خودآگاهی معنوی و خودشناسی ملی اینچنین چرخه فرهنگی اخلاقی جامعه مساعدت میکند. در رابطه با این میخواهم با افتخار و قناعتمندی ابراز نمایم که نوروز به همه تاریخی غنی و رنگین است. در کشور ما محض به شرافت استقلالیت دولتی با تمام جماعت و رنگارنگی آن همچون رمز روز نو، تذکری سال نو و اقدام تشبس‌های نو احیا گردیده امروز با بهترین وسیله‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی و وحدت و همدیگرفهمی مردم تبدیل یافته است. واقعاً در دوران استقلالیت عید فرخنده نوروز به صفت جشن سازندگی بنیادکاری، پیغام بخت و سعادت، نوید صلح ثبات و تلاش برای فردای درخشان کشور حیات ما را مضمون و شرایط نو می‌بخشد. با تاکید من از نام خود و از نام مردم دهه ایران شما و در شخصیت شما مهمانان و همه مردم ناحیه را با عید نوروز خجسته مبارکباد می‌گویم و ناگفته نماند که دو نورسی ورزشگری نورس از سیاحه عراق که جاهای یکم را در ورزش‌های ناحیوی سازگار شدند از شما احترامانه خواهش می‌کنم که استخوان‌نامه‌های نامبردگان را تقدیم نمایید. فدراسیون صنعت محاربوی و محاربات آمیخته جمهوری تاجیکستان در ناحیه مشروع افتخارنامه سرفراز گردانیده می‌شود و جای یکم تاج‌زاده رمضان برای اشغال جای یکم در وزن 50 کیلوگرم در مسابقه کشتی ناحیه مشروع بین نورسان و جوانان بخشیده به نوروزی بین المللی رئیس فدراسیون جمهوری تاجیکستان در ناحیه مشروع حافظ‌زاده. به همین مضمون تاج‌زاده سالی تاج‌زاده سلامشو مرحبا. این چنین چمپیون جهان و موسی ظفرجان عبدالله جان مرحبا.
محترم استاد بود. خب یک جان شکر میگیم برای رئیس جماعت ولایت کلدارک. واقعا مهمانی گرامی مردم شرفمند ناحیه مشهد باعث سرفرازی هر که ما به شما هستیم. امروز رئیس مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مشهد همدیار من شما است. و شما بینید که سرود ملی جمهوری تاجیکستان مرا به محلگری و ملیتی دیاری از مردم میگه. به قدر چنین کادرهای جوان آینده‌دار رسیدن در کار. شخصا بنده آموزگار یعنی مؤسسه هستم. رئیس محترم علیزاده اعظم نوروز کار اولی خودشون از کار مؤسسه کرده بودند. با تشبث محترم رئیس همین مکتب 25 چند آبادان کشور دستگیری خود رئیس باشند. من ایمان کامل دارم که مردم شرفمند مشهد خاصه دهقانان مشهد برای آن وظیفه گذاری که رئیس محترم بلوچستان ناحیه رئیس کمیته دولتی امنیت ناحیه سردار شورای وزارت کارهای داخلی در ناحیه مشهد که سرگرمانه ملت شبانه روزی میکنند که مردم شریف مشهد که یک جزء تاجیکستان عزیز است یک کم خارج آرون نبیند و قدر چنین کادرها رسیدن در کار خدمت آنها را قدر کردن در کار و شعار این نفرانی که برای تبریک من شما آمدن سربلندی من شایست یک چیز است: تاجیکستان اصل من ثروت نمیخواهم، وطن است از دست. برای من شما باید مقدس‌ترین چیز وطن باشد. تاجیکستان اصل من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است. با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. من ایمان کامل دارم که همه ما به شما در اطراف رئیس و مقامات اجرایی حکومت دولتی سرزمانه یکجا میشویم، مهنتی صافدلانه میکنیم. هر یک در بخش خود است باشد که آن سیاستی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نفری هستند که واقعا سیاست گومانیستی و سیاست سرخانه‌شان ورد تمام سربران دولت ها است. دستگیری میکنیم و یکی از شاهدان همدیان ما شادرمان قوت دولت می‌سازد که ای تاجیکستان، ای خلق آزاد، باشی همیشه چون شام آزاد باشیم، آباد باشیم، در اطراف حکومت متحد باشیم، دست جمعانه مهنت کنیم. 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان با مهنت ارزنده با کارهای سازنده جنبش کنیم و شما را وعده میدیم که اینا رئیس احترام میشن. با دیگر قدم شما نوریده تاجیکستان میگم یک جان تشکر میتونید اشتراک کنید و گفتگو را کنید. امروز که رئیس ناحیه پهلوانای نوروز را معرفی کردن، این یک قدرشناسی است. مرحبا.